به بزم و رزم خوش آمدید. مولانا، دیوان شمس، غزل شماره 536. دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد. به زیر آن درختی رو که او گلهای تر دارد. در این بازار عطاران مرو هر سو چو بیکاران. به دکان کسی بنشین که در دکان شکر دارد. ترازو گر نداری پس ترازو ره زند هر کس. یکی قلبی بیاراید تو پنداری که زر دارد. تو را بر در نشاند او به طراری که می آید. تو منشین منتظر بر در که آن خانه دو در دارد. به هر دیگی که می جوشد میاور کاسه و منشین که هر دیگی که می جوشد درون چیزی دگر دارد. نه هر کلکی شکر دارد، نه هر زیری زبر دارد. نه هر چشمی نظر دارد، نه هر بحری گوهر دارد. بنال ای بلبل دستان ازیرا ناله مستان. میان صخره و خارا اثر دارد، اثر دارد. بنه سر گر نمی گنجی که اندر چشمه سوزن اگر رشته نمی گنجد از آن باشد که سر دارد. چراغ است این دل بیدار به زیر دامنش می دار. از این باد و هوا بگذر هوایش شور و شر دارد. چو تو از باد بگذشتی مقیم چشمه ای گشتی. حریف همدمی گشتی که آبی بر جگر دارد. چو آبت بر جگر باشد درخت سبز را مانی که میوه نو دهد دایم درون دل سفر دارد.